بعد از انقلاب یک جور ادبیات وارد ادبیات ایران شد که به نام ادبیات رئالیسم سوسیالیستی که اون به دلیل ترجمه هایی بود که از ادبیات بعد از انقلاب شوروی به ایران اومد. این ادبیات قبلا هم ترجمه شده بود ولی در زمان بعد از انقلاب به دلیل اینکه خب در یک زمانی آزادی بود و هر کسی میتونست چیزی چاپ بکنه، این ترجمه ها بیشتر شد و این ادبیات تونست یه عده‌ای رو تحت تاثیر قرار بده، ولی به دلیل اینکه در مورد ایدئولوژی به خصوصی حرف میزد، یعنی این ادبیات دفاع میکرد از یک ایدئولوژی به خصوصی که همون سوسیالیسم بود در مقابل یه ایدئولوژی دیگه‌ای که کاپیتالیسم بود. به همین دلیل نتونست در ادبیات بمونه و جاگیر بشه، چون یه چیزی بود که به ادبیات ربطی نداشت. ادبیات آزاد از هر چیزه ولی این ایدئولوژی با خودش داشت. بعد از اینکه نتونست جا بگیره، متاسفانه باعث شکست در روحیه شکست در یک عده از نویسندگان و شاعران شد. یعنی فکر کردن که حالا از این ور بام به اصطلاح به اون ور بام افتادیم و اینکه فکر کردیم که دیگه اصلا ادبیات نباید، حق نداره در سیاست دخالت بکنه و چیزی بنویسه، در حالی که اینجوری نیست. ادبیات وظیفه‌ش این نیست که از ایدئولوژی به خصوصی دفاع بکنه، ولی وظیفه‌ش این هست که در مورد اتفاقات دور برش و در مورد اجتماع خودش بنویسه. نویسنده، هر شاعر دارای دو جنبه اجتماعی هست. یک جنبه اجتماعیش شغلش هست که مثل هر کسی دیگه که معلمه یا استاد دانشگاه یا کارگره یا هر چیزی، نویسنده هم شغلش نویسندگیه که اون در اون دنیای نویسندگی اختیار اینو داره که هر جور بخواد قلم بزنه، در مورد واقعیات بنویسه، در مورد غیر واقعیات بنویسه، تخیلات خودش رو به کار ببره. وقتی میگم نویسنده منظورم هنرمند هست، ولی چون خودم نویسنده‌ام هی میگم نویسنده، ولی منظورم نویسنده هست، نقاش هست، عکاس هست، فیلمساز هست و به عنوان یک فیلمساز میتونی خب دنیای خیالی خودت رو تصویر کنی، اون چیزی که خوابات رو تصویر کنی، اون چیزی که از بچگیت مثلا دلهرهات بوده، واهمهات بوده، اونا رو مطرح بکنی. ولی هر کدوم از ما یک شهروندی هستیم، در یک جایی داریم زندگی میکنیم و چون داریم اونجا زندگی میکنیم بنابراین باید واکنش نشون بدیم به اون محیط اطرافمون. و نویسنده ها وقت رابطهشون با سیاست، یعنی هنرمندا رابطهشون با سیاست حساس میشه، برای اینکه ما یک وسیله‌ای در اختیار داریم که قلممونه، دوربینمونه. بعضیا ترجیح میدن که از این قلم و از این دوربینشون برای اون قسمت شهروندیشون استفاده بکنن، یعنی اینکه خب وقتی تظاهرات میشه یک راننده تاکسی هم میاد وارد تظاهرات میشه، وقتی که مثلا یک اطلاعیه، یک کمپینی برای آزادی، مثلا یک راننده اتوبوس هست که تو زندانه، همه امضا میکنن، یعنی همه باید امضا بکنن که نشون بدیم که ما به عنوان شهروندان این شهر، این مملکت، خواهان آزادی اون راننده اتوبوس هستیم. حالا ما که قلم به دستمون هست، دوربین به دستمون هست، این امکان رو بیشتر داریم که با مردم سخن بگیم، صدای خودمون رو برسونیم. بعضی از ما ترجیح میدیم که تمام وقتمون و قلممون و دوربینمون رو صرف این بکنیم که در مورد مسائل اجتماعی حرف بزنیم، در مورد اینکه چه ستم‌هایی داره بر آدم‌های مملکت میشه، چه اتفاقاتی داره میفته، که چقدر آدم تو زندان هست، چقدر بچه‌های بی‌پناه هستن و اینها رو می‌نویسه و میگه. یه عده ترجیح میدن نه، اون قلم و دوربینشون رو برای خودشون نگه دارن و داستان‌های عاشقانه بنویسن، داستان‌های ترسناک بنویسن، هر داستانی که دوست دارن بنویسن، ولی نمیتونن اون شهروند بودن خودشون رو با این قاطی بکنن، بگن نخیر من چون داستان
عاشقانه می‌نویسم، بنابراین دیگه به اونم کاری ندارم که تو زندانه، به اون راننده اتوبوسی که در زندانه. نه، ما به نظر من باید اون جنبه خودمون رو همچنان حفظ بکنیم. و متاسفانه بعضی از نویسنده و شاعرای ما فکر میکنن که اگر در این مسائل اجتماعی دخالت بکنن سطح هنرشون پایین میاد، در حالی که اینجوری نیست. ما آدم‌های خیلی مهمی در ایران داریم که دارن فعالیت میکنن. به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی که در 100 سال اخیر بود، اتفاق افتاد در ایران و فعالیت مهمی به صورت یک فعالیت مهم خودش رو مطرح کرد، کمپین زنان 1 میلیون امضا بود. یعنی اینکه یک عده زن آمدن جمع شدن و گفتن که ما برای اینکه حقوق خودمون رو که در قانون به صورت غلط نوشته شده میخوایم پس بگیریم، و به این شکل مطرح کردن که ما حالا میخوایم 1 میلیون امضا جمع بکنیم از مردم ایران و اون رو عرضه بکنیم به سازمان‌های دولتی یا به دولت یا به مقامات که بگیم که 1 میلیون نفر آدم با ما همراه هستند. بله، اونقدر ما ساده‌لوح نیستیم که فکر بکنیم که وقتی اینا 1 میلیون امضا رو جمع کردن، دولت هم میگه به به خیلی خوب امضا کردین، جمع کردین، پس قانون عوض میشه. به این سادگی نیست، ولی این میتونست که نمایش قدرت خیلی خوبی باشه برای حضور زنان، برای مبارزات زنان. ولی بعد من از بعضی دوستان میپرسم، نویسنده ها، شاعرها، میگن که آیا تو این اطلاعیه کمپین زنان رو امضا کردی؟ میگه نه. میگن برای چی؟ میگه برای که من در سیاست دخالت نمی کنم. نه، این در سیاست دخالت کردن نیست، این در امور شهروندی دخالت کردنه. این دفاع از حقوق خواهرم، مادرم، همسرم و دوستان من هست، نه اینکه دفاع از یک ایدئولوژی به خصوصی نیست. من فکر میکنم که اگر که قرار بود این دخالت کردن ها سطح هنر ما رو پایین بیاره، اتفاقا سطح آدم های مثل خانم آسیه امینی، خانم پروین اردلان، شادی صدر، اینا آدم هایی هستن که برای حقوق زن، برای حقوق شهروندا تلاش بسیار کردن. خیلی سطح اجتماعیشون هم بالا رفت و من پیشنهاد میدم به هنرمندان ایرانی که یه نگاه دوباره بندازن به نویسنده ها، به شاعرها و تفکیک بکنن این دخالت در سیاست رو. و در پایان میخوام بگم که همه جا اینجوریه، یعنی تنها در ایران نیست. در انگلستان، در این کشور بریتانیا، یک مجله بسیار معتبری هست که در حدود الان 30 ساله که منتشر میشه به نام ایندکس آن سانسورشیپ و این به وجود اومد به توسط یک شاعر بسیار خوب به نام استیون اسپندر و اون گفت که وقتی ازش پرسیدن، گفتن که چطور شد که این مجله رو راه انداختی، چطور شد که در یک کشوری که محدودیت چنان وجود نداره و تو در دموکراسی هستی ولی یه مجله به نام ایندکس آن سانسورشیپ رو درست کردی؟ جوابش این بود که گفت من به عنوان یک شاعر و نویسنده اگر که بشنوم در جایی سانسورشیپ و محدودیت برای عده‌ای نویسنده و شاعر وجود داره و من علیه اون اقدامی نکنم، من هم همدست اون سانسورچی ها هستم.